الباب الحادی عشره، باب 11 فی الصلاة الخوفی، باب در بیان شناسایی در نماز خوف که این دارای یک چند مسئله ها است. و نماز خوف چی است؟ هو عذر الثالث من الاعذار التي تختلف بها صلاة في حیاتها او عددها. این عذر سیوم از عذرهایی که باعثی فرق کردن شکل یا شماره رکعت های نماز میگردد. نماز خوف این عذر سیوم است از عذرهایی که باعثی فرق کردن شکل یا شماره رکعت های نماز می شود و پیشتر سخن ما درباره عذرهای بیماری و سفر گفته بودیم، اما خوف نگفته بودیم. المسألة الاولى، مسئله اول، حکمها و دلیل مشروعیتها و شروطها. حکم نماز خوف و دلیل مشروعیت آن، جایز بودن آن و شرط های نماز خوف. اولا حکم نماز خوف. نماز خوف مشروع و جایز و روا است در هر گونه جنگ. اول حکم نماز خوف. نماز خوف مشروع، یعنی جایز و روا است در هر گونه جنگی که اجازه داده شده است، مثل جنگ با کافران، مثل جنگ با بغات اسیانگران، مثل جنگ با راهزنان محاربان، با دلیل فرموده او سبحانه و تعالی که در سوره نساء آیه 1 میفرماید: ان خفتم ای یفتنکم الذین کفروا، اگر بی‌ترسید کافران شما را بر فتنه اندازند. پس بر همین قیاس دیگر جنگ هایی که جایز و روا هستند نیز داخل میگردد که در آن نماز خوف خوانده شود. پس نماز خوف مشروع، یعنی جایز است وقتی که ترس از حمله دشمن وجود داشته باشد، یا هنگام فرار از دشمن، فراری که در آن اجازه فرار هست و دشمن میتواند هر دشمنی باشد. بغات گفتیم تجاوزکاران، اسیانگران تجاوزکاران، یک گروه مسلمانانی که میخواهند گروه دیگری از مسلمان ها را بکشند یا که در خونریزی بسیار تجاوز میکنند، اینها را بغات میگویند. فهمو؟ پس نماز خوف مشروع است. ترسی که حمله دشمن وجود داشته باشد یا هنگام فرار از دشمن، اگر فراری اجازه داده شده باشد، چون بعضی از حالت‌ها هست که در جنگ فرار کردن جایز نیست بلکه حرام است، گناه کبیره است، و دشمن میتواند هر گونه دشمن باشد، انسان باشد یا حیوانات وحشی باشد که انسان از آنها از جان خود میترسد، مثل حمله‌گر، کسی که حمله میتواند بکند واسه تو، که میخواهد با زن یا که مالش، یعنی مال تو دسترسی یابد، قرضدار یا ظلم کرده ای که یا کسی که تهدیدی به ظلم میشود و غیره. پس دلیل مشروعیت نماز خوف از قرآن و سنت و اتفاق علماها جایز و روا است. اولا از قرآن الله میفرماید که و اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك، و وقتی که تو در میان آنها باشی و نماز را برای آنها برپا بداری و همراه صحابگان کرام، باید گروه با تو نماز خوانند. فلیأخذوا اسلحتهم، و سلاحهای خود را با خود بگیرند هنگام نماز. فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، و وقتی که سجده کردن باید از پشت شما روند. ولیأتی طائفه اخرى، وقتی که مثلا که امام سجده میکند رکعت اول میخواند، این قومی که با همراهی امام رکعت اول خوانند اونا عقیم میشن، دوم گروه اومده با همراهی امام داخل میشن رکعت دوم میخوانند. ولیأتی طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم، پس اسلحه های خود را با همراهی خود بگیرن و احتیاط خود را هم بگیرن. سوره نساء آیه 102. در همین سوره نساء آیه 102 یکی از طرزهای خواندن نماز خوف بیان شده است و پیامبر الله صلی الله علیه و سلم این نماز را خواندند و صحابگان این عمل را انجام دادند. نماز خوف با خود شرط‌های دارد، یا نماز خوف دو شرطی اساسی دارد. شرط اول، دشمن باید کسی باشد که جنگ با آنها جایز و رواست. این مهم است. شرط اول، دشمن باید کسی باشد که جنگ با آنها جایز و رواست، مثل جنگیدن با کافران، با بغات اسیانگران تجاوزکاران، با راهزنان که پیشتر گفته شد. دوم، باید ترس وجود داشته باشد که دشمن هنگام نماز به مسلمان ها شاید حمله کند. اگر این دو حالت فراوان شد پس میتوان نماز خوف خواند. مسئله دوم، چگونه خواندن نماز خوف.
چگونه خواندن نماز خوف. نماز خوف با چند طرز خوانده می شود. از جمله طرزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از او روایت شده است در حدیث سهل ابن ابی حسمه انصاری رضی الله عنه، و این طرز با همان طرزی که در قرآن در سوره نساء آیه 102 ذکر شده است بیان می‌گردد، با آن طرزی که در قرآن ذکر شدگی است و با آن شباهت دارد. و این طرز نماز خواندن هم برای احتیاط کردن در نماز است و هم احتیاط در برابر دشمنان است و همچنین با دشمن یا که دشمن بر تو زیان نرسانیدن است تا که دشمن بر تو زیان نرساند، چون تصمیم گیری دشمنان خلل است برای انسان. و رسول الله صلی الله علیه و سلم این نماز را در جنگ ذات الرقاع خواندند و صفت آن طوری که سهل روایت کرده است چنین است: گروهی با پیامبر صلی الله علیه و سلم صف کشیدند و گروه دیگر رو به سوی دشمن ایستادند. یا گروهی با پیامبر نماز خواندند جماعت و گروه دیگر طرف دشمن صف گرفتند در مقابل دشمن ایستادگی کردند و پیامبر صلی الله علیه و سلم با آن گروهی که با او بودند در نماز یک رکعت نماز را خواندند. هنگامی که راست شدند بر رکعت دوم این شخصانی که با همراهی پیامبر نماز می‌خواندند آنها عقب نشینی کردند و جای مقام آن کسانی که حمایت می‌کردند آنها را گرفتند و این گروه دوم آمده با همراهی پیامبر تکبیر گفتند، در رکعت با همراهی پیامبر کشیدند و این دوم نفری که با پیامبر کشیدند یک رکعت خواندند. پیامبر دوم رکعت خواند. در اتحیات نشستند. پیامبر هنگامی که در اتحیات نشست صلی الله علیه و سلم که با همراهی پیامبر گروه دومی که بودند آنها دوم رکعت رو به اتمام کرده سلام دادند و رفتند و گروه دوم اومده با پیامبر نشستند در اتحیات و نماز رو خواندند. گروه دوم سپس تمام کرده با دشمن رفتن ایستادند و گروه یکم که یک رکعت خوندند اومدن با همراهی پیامبر رکعت دوم را خواندند و اتمام رساندند و سلام دادند. این یکی از پهلوهاش است. و دیگری از صفات‌های نماز خوف این است که میتواند امام با همراهی جماعت نماز رو بخواند، نماز خوف رو بخواند که دو رکعت خوانده می شود، سپس با جماعت دوم بخواند. این گونه می شود. اگر هیچ حالتی نشد، مثلا انسان چنان در جنگ تیرباران است که انسان نمیتواند هیچ عمل را انجام بدهد، در هر حالتی که قرار دارد با آن حالت نماز را ادا می نماید. به هیچ وجه نماز از سر انسان ساقط نمیگردد. و این روایتی که ما کردیم حدیث سهل در روایت مسلم تحت رقم 841 ذکر شده است و صفتی که در اینجا از سوره نساء آیه 102 ذکر شد طرز نماز خوف که فرمود الله سبحانه و تعالی بر پیامبر و امر کرد وقتی که تو در میان آنها باشی و نماز رو برای آنها برپا بداری، نیکنه حتی در نماز در این حالتهای سختی نماز واجب است با جماعت، باید گروه با تو نماز بخوانند یا گروه از آنها و سلاح‌های خود را با خود بگیرند، چون مبادا یکی چیز دشمن حمله شدید شد در آن حالت هم دفاع نمایند. و وقتی سجده کردن باید از پس شما روند، یعنی با تو سجده نمایند، نماز رکعت اول بخوانند. هنگامی که رکعت اول را خواندند و گروه دیگری که نماز نخواندند در رکعت دوم آمده با همراهی پیامبر پیوست شوند و احتیاط خود را هم بگیرند و سلاح‌های خود را با همراهی خود بگیرند. این است نماز خوف ترس. یا اینکه اگر انسان مثلا در کوه و دشت و بیابان یگام جدا قرار دارد، خوف است که یگام درنده، یگام گرگ است، خرس است، شیر است، هر درنده خوف دارد که از پیش وی را حمله نماید. در این حالت انسان چی میتواند سلاح خود را با همراه خود بگیرد به خاطر دفاع و هر طرفی که باشد نماز بگذارد. مثلا انسان در اصل باید طرف قبله نماز بخواند، یکی آن دشمن از پشت وی است. در این حالت ضرورت برای انسان جایز میگه که هر طرفی که دشمن هست همون طرف نماز بخواند با همراه سلاح خود تا که از خود دفاع نماید. این حالت هم چیز جایز و روا میباشد. بارک الله فیکم. این است نماز خوف. خلاصه مختصر در نماز خوف. در همین جا درس رو به اتمام رسانیم و دعا میکنیم که پروردگار دین ما رو که سببی که اساسی کارهای ماست اصلاح نما و دنیای ما رو که این زندگی ماست اصلاح نما و آخرت ما رو که بازگشت ما به سوی آن است اصلاح نما و زندگی ما رو برای ما نیکو بگردان و خیر و نیکویی رو در کار و فعالیت ما برقرار بساز. پروردگار مرگ رو برای ما رهایی از این بدی ها قرار بده. پروردگار اختلاف را که در بین ما رخ می‌دهد، پروردگار با فضل و کرم خویش آن را برطرف بگردان با پیروی از کتاب و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. پروردگار به درستی که ما در نفس‌های خود ظلم کردیم و ستم کردیم، پروردگار اگر تو ما را نآمرزی و ما را نبخشی و ما را شایسته رحمت خود قرار ندهی، به درستی که ما از زیانکاران قرار میگیریم. پروردگار گذشتگان ما را از مؤمنان و مسلمانان شایسته رحمت قرار بده و قبر آنها را پرنور بگردان. به درستی که ما با خود ظلم و ستم زیاد کردیم، اگر ما را نبخشی نآمرزی، پروردگار ما از جمله زیانکاران و هلاک شدگان قرار میگیریم. پروردگار تو پاک و منزه هستی ای الله و تو حمد ستایش میگوییم و گواهی میدهیم که هیچ معبود بجز تو نیست و تو آمرزنده مهربان هستی.
و پروردگار باسط توبه میکنیم و درود و سلام به پایان بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و خانواده و اهل بیتش باد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیه.